سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل مثل وان تب. امروز ویدیو از این قراره که یه مودی میخوایم استارت کنیم به نام بیکد، یعنی هر یکی کلت بزرگتر میشه، اینقدر بزرگ میشه. ولی بچه اینجوریه که هدو بزنی مثلا به یارو مثلا 10 تا کیل زده باشه، هپ بزنی کمتر میخوره. یعنی مثلا با وود پیکر مثلا 50 تا هپ میخوره، 20 تا میخوره. اینجوریه دیگه. بچه نخواهید اینه بذارید مودش رو پیدا کنم. این مثلا دیگه حرف نمیمونه، خیلی ملو بریم جلو. دوستان استارت شد. بریم سراغ ویدیو. هر کی این شارژ بوستر رو برداره انشالله کوفتش بشه. گفتم انشالله کوفتش بشه. ای بچه ما یه راست بریم سراغ نمیام. این یکی بچه بزنید. بچه من ناکشم. بچه قضیهش اینجوری که هرچه شما ناکشیدم سریع بلند میشید. دوستان فکر کنم خوردیم به چند تا اسکاد جدرتی سرعتی. چی میشه یه دونه دیگه هم به ما اسنپ میداد مثلا؟ دوستان بمیرید ریوایو بشید دیگه، لازم نیست یادتون برن ریوایوتون کنن. زمینش خوبه. حالا من یه دونه کیل زمین که کلم بزرگ شدش. این چیه؟ کار 98 کار 98 هم خوبه، نه به اندازه این اسنایپ پلاستیکی میتونیم بهش بگیم کار 98. با کار 98 بچه اکسنش داره اون بالاست. منو میزنی؟ دیار من این زد. بچه این دست اگه نمیریم دبل اسنایپمون میشه. بچه اون بار بچه فکرم بچه انمیه. خوردم بچه. این از این از ای بچه چی سمیه؟ این چه سمیه؟ بخور دیگه. وای وای بچه ها استرامپ اون پرید، ریدم تو این. وای 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 یه دونه اسنایپ بهش نمیخورد. یعنی چی؟ من اسنایپ هم میخوام. ببینی من تو رو بزنم، تو منو نزنی. همینجوری به خالی کردم من میتونم خالی کنم. ریدم بچه. از این سب بدم میاد. باختم. از این سب بدم میاد. اینجوری میره پشته. از این بیشرف ها بدم میاد اینجوری میزنن. واسه الان جوری بزنمشون. بچه بریم بالای پیکانمون چیه؟ چه احساس با شما احساس با یکی بالای اینجا فکتوری پرید. بچه پی 90 چی؟ ندارم.
چون همه انمی ها اینجا دشمن با که من نمیزدیم، منم خورید ندارم دیگه. این اسنیپ های ما رو بر نداشته از یکیش کار نبوده شد. منو نزنید، دوران منو میزنن. وای ببین راش بدی آسبا. یه بار دیگه خوردم. ای بچه متیش help me بچه نمیتونم. وای بچه زدم مردم. تو خودتو نکن ببینم، نکن. ناک نکردی. وای بچه ها نکنید، الان میبازیم. اونم کلی من شد. بچه اینم هفتمی خوبه. از کجا داره میزنه بی شرف. تمام بچه بردیم تمام. دوستان این بود از ویدیو. میبینید کلمون چقدر بزرگ شدش، عجب بودیم. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو دیگه، خدا حافظ.